میخوام یه رازی رو بهت بگم که هیچ کس مخصوصاً بانک‌ها نمیخوان تو بدونی. اگه تو بیای 100 میلیون بذاری توی بانک و بخوای 20% سود بگیری، در واقع داری پولت رو از دست میدی. چرا؟ بهش فکر کن. تو اگه به جای این کار بیای 50 میلیون تو 2 تا بانک بذاری، 40% سود میگیری. یا اگه 25 میلیون تو 4 تا بانک بذاری، 80% سود گرفتی. به همین راحتی میشه پولدار شد، ولی خیلی‌ها اینو نمیدونن. نگران کننده نیست؟ مگه جاذبه نیست؟ پس چرا خورشید نمیفته پایین؟ ممکنه بگی به همون دلیل که زمین و مریخ و مشتری نمیافتن، اما اونا رو جاذبه خورشید تو مدار نگه داشته. خورشید رو چی نگه داشته که نمیافته؟ نگران کننده نیست؟